کتابی که ما این تیار کرده بودیم برای زادروز همین شاعری و این مرثیه شد برای با تشبس بسیار دوستان من پروفسور جمالات و میرزا سلطانی همین رو تشویق کردن. بعد از این آدم بعد از مردن قدر بسیار بلند شد در بین حکومت. اگر من چیز بگیم تا که زنده بود این سرنوشت بسیار بد دارد. در دوره شو این اپوزیسیون شو بود، در یگان مؤسسه دولتی کار کردگی نیست، یک مؤسسه شخصی کار کردگی است و همه با همون رژیم چیز مخالف بود. وقتی که انقلاب این اسلامی شد، این انقلاب فقط اسلامی ها به این موضوع نبود، تمام ضد رژیم کسانی که جبهه‌ای بودن همه از خارج آمدن. حزب توده، طرفداران مصدق همه آمدن، هر کس بخواد که یعنی یک چیز دموکراتیک بودن. سایه همه حزب توده بسیار نفوذ بسیار داشت در ایران در سالهای 40. و این آمدن وقتی که انقلاب رسید و یک قوه دیگر سر قدرت آمد، اینا بگرفته حبس کردن. یعنی نه در اون دوره یک زندگی آرامی و نه در دوره انقلاب. نه خب اینجا استادا گفتن بازار شد با تشبس شهریار یکی از هم دوستان نزدیک حتی هم مکتبی که میخواندن لیدرهای سیاسی ایران قدر بسیار برای این خیلی آزاد کردن. ده ها سال در اروپا در سالهای آخری حیاتش هم که بسیار بیمار و چیز بود، بازم رفته در چیز رفته آلمان. و برای همین یک وقتی که این وفات کرد، من که قدر بسیار در این سایت ها و قدر معلومات ندارم، لیکن کسایی که دیدن یک چیزای بسیار عجایب در باره نوشتن. یعنی همون قصه‌ای که نام با وقتی دهن که دندان نیست، این شهرت همه چیز در وقتش در چیز مرده نشد. درباره کتاب و قبل یک چیز دیگر گفتم میتونم که گلچین شعرهای چیز نیست، گلچین شعری سایه نیست. این نمونه ها ما چیز کردیم برای بسیار شعرهای خوبی که در اینجا داخل نشدن. از روی حسابی که من تخمینا متریال هایی که دیدم زیاده 2000 صفحه چیز دارد، شعرهایی که منتخب چاپ شده. فقط یک 4 جلد سیاه مشقات دارد، از 1200 صفحه زیادتر هستند. برای اینکه من از هر نمونه، از هر شعر و هر ژانر که هستن نمونه آوردم که خیلی در این سوها هم گفتگی شعر، در این ژانر هم گفتگی در این، یعنی برای یک معلومات. البته شعرهای خیلی زیبا هم هستن در این که البته در مجلات دیگر چاپ شده بودن، در کتاب‌ها دیگر ما اونها را نگرفتیم. این برای کسایی که مطالعه میکنن باز البته راهنمایی میشود برای در کجا پیدا کردن. اگر ذوق داشته باشند بسیار مواد بسیار درباره سوریه. و اینجا درباره استاد کامل بیزاده درباره شعر نوزود بودن، من یک دو کلمه بسیار شنیدم بسیار خوب. و اون سالها من در ایران بودم، استاد جبرات و تمام ژورنال مجله و هر چی که بودن شعر نو می‌نوشتن. من یک دنیا جمع کرده بودم، ممنون نمیفهمیدم، هیچ معقول هم نبودن و خیلی چیزی نو بود، همه چیز می‌کنن، همه می‌خریدن، در محفل‌های ادبی هم شعرخوانی چیز بود، شعری نو. بعد همین یکی از شاعران و محققان بسیار برجسته ایران است، دکتر نوروشن، همون نوشته که در سالهای اول 70 همون سالهایی که ما در همونجا بودیم در ایران 15000 شاعر شعر نویس بود. 15000 میگه اگر ایران در اون وقت 15000 انجینیر علمای چیز میداشت، ایران پیش قدم ترین بود. مندان ارجمند، حاضرین گرامی، منم با استفاده از فرصت همش رسیدن کتاب سایه خورشیدی امیر هوشنگ ابتهاج سایه را مبارکباد میگویم. خصوص به استاد ارجمند ما غوثالدین قادرов که بسیار از
دانشمندای خوب روزگار ما هستند و در معرفی شعری امروزه ایران افغانستان بسیار یک نقشی میتونم گفت برای مردم ما نقش محوری دارند. روشن ابتیاج سایه واقعا از شاعرای بزرگ فارسی زبان است که متاسفانه در تاجیکستان همچنان که استاد محترم جان خوشامراد گفتن هنوز برای مردم ما ناشناخته است به طور باید شاید. سایه شاعری است که هم در سنتی در شعر کلاسیکی ما در نوشتن غزل و سرودن غزل و مثنوی و رباعی و هم در شعر نیمایی دست باز داشت. مثلا توجه کنید بسیار شعری یک غزل بسیار زیبایی سایه هست. میگوید در این سرای بی کسی به در نمیزند، به دشت پرملال ما پرنده پر نمیزند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار، دریغ که از شب چنین سپیده سر نمیزند. یا شعر عاشقانه که مثلا همیشه ما اکثرا میدانیم امشب به قصه دل من گوش میکنی، هر دام مرا چه قصه فراموش میکنی. کار غیاث‌الدین، همه کارهای غیاث‌الدین کارها است، بسیار سراسیمه نمیشوند، ولی آدم خاکسار که هستن کم به نشر میرسند. همون چیزهایی که من 2-3 سال آخر چاپ کردن همش این کارهای 10 سال 5 سال 6 سال پیش همش تیار بود. از همین سبب این کس مخصوصا همون پیشگفتاری که در باره سایه هست، امروز منم که متخصص ادبیات معاصر ایران هستم، بسیار سبک سایه، هنری شاعری سایه و سهم سایه در شعر نو معاصر ایران یعنی نیمایی چگونه است و در سنتگرایی شعر بسیار دقیق نشان داده شده است. اصلا مثلا من خواهش میکردم که همین پیشگفتار به طرز با اکادمیکی نشر علایده شود در مجله‌های هم اینستیتوت هم در مجله‌های دیگر به چاپ رسد. مثلا در صدای شرق متاسفانه رابطه های یک چیز شده است که رابطه های اینستیتوت‌های علمی اکادمیکی با اتفاق نویسندگان اونقدر و این سونا خودشون علامه میگیرن. همه چیزا بعضی چیزایی که در روزنامه ادبیات صنعت چاپ میکنن بسیار خنده‌آور است. یک کشفیات بزرگ کرده باشن اینجا متخصصان این کارهای کارها کردن. از همین سبب اگر ما خودمون تبلیغ نکنیم ما هیچ کس تبلیغ نمیکنه. ولی همین امروز تشبوسی که ریاست اینستیتوت نشان داده است مخصوصا با سرپرستی رئیس اینستیتوت قابل ستایش است، برای اینکه کار بسیار خوب کردید. شما میتوانید بگید که تو با پول خودت چاپ کردی با خودت معرفی کردی. این تشبوس بسیار نیک است از طرف اینستیتوت. من اینا به شما تشکر میگم و من میخواستم که تقریض‌های خوبم در مطبوعات چاپ شود. انتخاب بسیار بجا است، برای اینکه سایه اصلا شاعری گشته میگن نیمایی نیست. شاعری همون اصلا کلاسیکی است. غزلش هم امروز در ادبیات معاصر ایران ما بعد از اگر معیری و مهدی حمیدی و اینا اگریم، غزل سرای که امروز به سطح بسیار بلند سایه است و روانشاد سیمین بهبهانی است. دوی اینا در سبک غزل بسیار به سطح بلند رسیدن. گرچه که رأی معیری و بهار و اینا غزل دارن، ولی سبک اینا هم اجتماعی است، هم لیریکی است، هم چی میگن تخیلی و رمانتیکی است. همین چیزا غیاث‌الدین در مقدمه‌شون بسیار خوب نشان داده.
برای من میخواستم که همین چیز فهمند و یک بزرگی سایه در آن بود که باید قریب 10 سال حافظ بچه تیار کرد به شکل خودش. امروز بحثات در اطراف این زیاد است، ولی من وقتی که در دانشگاه ملی همون حمایه سایه کسی من بعد متخصص ادبیات کلاسیک گفتم شما همین رو نگاه کنید تا که ببینید سایه چگونه حافظ تیار کرده. برای اینکه متاسفانه همین به چاپ تیار کردن و چاپ انتقادی ما بعد از افتضاح در تاجیکستان دیگه کوشش هم نیست. ما به الفبای تاجیکی میگردانیم ولی چاپ انتقادی و کسی جرئت نمیکنه. برای این البته مثل افتضاح مثل دیگران برای مرزا اقبال یک دانش مکمل داشتن. من